حضرت ابراهیم میگوید لباسهای همون تویانه را پوشیدن و با همراهی پدر تا راستی همون بتخانه‌ای که داشتن، همون بت پرستا رسید و به سوی آسمان نگاه کرد. فنظر نظرة فی النجوم، خدا در قرآن میگوید فقال اینی سقیم. حضرت ابراهیم به سوی آسمان نگاه کرد و گفت پدر جان، گفت الحال من ستاره خود دیدم، من بیمار میشوم. اون زمان همان بت پرستای نمرودی ها به ستاره ها هم ایمان داشتن، به افتا هم ایمان داشتن، به مهتا هم، همه اینها ده ایمان آوردگی بودن، همونها را خدا میگفتن. حضرت ابراهیم نه به نیت خدا بودن و بلکه از این یک حاصل، یک موضوع باید که حاصل میشد. حضرت ابراهیم مقصدش این بود که وی را نزد بتخانه بگذارند و ترکش بسازند و حضرت ابراهیم به آن بتخانه درآید و چی معامله بر آنها بتها کند، این نقشه را در دل داشت. وقتی که این حضرت ابراهیم گفت که من بیمار میشوم، پدرجان گفت فتولوا عنه مدبرین. خدا میگوید ابراهیم میگه در زمین خودش را میشکید و میگفت که من کسل وبا شدم. مردم اون زمان از وبا بسیار میترسیدن که کسل گذرنده بود و پدرش و همه قومش میگد ابراهیم ترک کردن، گفتن بگذاریدش، این کسل وبا شده است، البته عاقبت هلاک میشود. و خود میگد به همون میدانچه کلانی که در همون شهر بابل بود، عراق امروزه، رهسپار شدند. وقتی اونها رفتن که در سوره صافات هم خداوند برای ما و شما میگوید و تالله لاکیدن اصنامکم. حضرت ابراهیم آهسته آهسته میگد زمزم میکرد الحال مرا در این نزد بتخانه ترک بکنید، به خدا قسم میدانم که این بتخانه را چگونه با چه عمل در داخل او عملی را انجام دهم. شما روید، قسم به خدا میدانم این بتهای شما را ریزه ریزه میکنم. همگی رفتند، در دیه کسی نماند. حضرت ابراهیم وارد خانه شدند، همان بتخانه ای که دو طرف سنگ های میده میده از صورت های عبارت بود و در بر بالا همان رئیس کلانش صورت نمرود زدگی. دروازه را کشادند. دروازه را کشادند، نگاه کردند که در پیش بتها طعام زیاد گذاشتگی هست و به سوی همین بتها با یک طریق غضب حضرت ابراهیم گفت چرا گفت این طعام ها را نخوردید؟ میگد بتخانه خاموش بود. برای چی جوابی مرا نمیگردانید؟ همه سنگ ها خاموش. از سنگ چی جواب است؟ حضرت میگوید همان تبری که نزد همان دروازه بتخانه گذاشتگی بود، غیرت حضرت ابراهیم ببینید، خود تنها بودن در روی زمین. در همان زمانه یگانه ابراهیم بود که الله میگفت و خلاص، دیگر کسی نبود، همه نمرود میگفت. تبر را گرفت و همان خداهایی که نمرودی ها میپرستیدن از همین طرف راست سر کرد. در دست راست تبر دست ها و پاها و گردن های اونها را شکست. طرف راست انجام داد. خداوند میگوید فجعلهم جزازا الا کبیرهم. طرف چپ را هم میگه شکست مگر که همان بوتی کلانی که در بر بالا بود و را نشکست، بلکه تبر را در پیش او گذاشت. در گردن همان بوتی کلانی تبر را میگه که قصه ای را ذکر میکنن در قرآن لعلهم الیه یرجعون. حضرت ابراهیم میگوید برای چی آن بوتی کلانی را نشکست؟ آیا ترسید؟ نه ترسید، بلکه حضرت ابراهیم
با عقل ذکاوت خدادادگی فکر کرد که اگر مبادای از من بپرسند که این بتها را کی شکست، من میگویم خبر در نزد کیست؟ همون کس شکست. و یا مفسرات دیگر زیلم تفسیر میکنند، میگویند که مبادای حضرت ابراهیم در خیال خود گذرانده بود است که اگر آمدن و این بتخانه و این شکستگی ها را دیدن، از همان بوت کلانی میپرسند که این بتها را کی شکست. وقتی بوت کلان که خاموش باشد، شاید که اینها بیدار شوند که از این یگان منفعت و ضرر نیست. شاید که بیدار شوند که اگر این خدا باشد چرا این فرزندهای خود محافظت کردن نتوانست. خلاص حضرت همه را میده کردند مگر کلان را و از بتخانه بیرون شدند. قرآن میگوید وقتی که شب شد، از همان توی فساد و از همان سال نو قید میگرفتگیشان برگشتن همه مست. برای گرفتن این طعام ها باید به خاندان برن، این تبرک می شود. وقتی که به بتخانه در آمدن، در بتخانه را کشادن، یک حالت خیلی ناگوار همه اونها را چیکار کرد؟ احاطه کرد. قالوا من فعل هذا بآلهتنا، فریاد زدن کی خداهای ما را با این احوال افتاند؟ کی خداهای ما را شکست؟ انه لمن الظالمین. نمرود گفت کدام شخصی که این خداهای ما را شکست، و این نفری هست که در جان خودش ظلم کرده است. او کسی هست که ظالم در بین ماست. وقتی اعلان کرد، نمرود اعلان کرد در تمام همون اطراف ها که این کسی که جنایت را صادر کرده است، جنایتکار را یافته نزد من بیارید. قالوا سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراهیم. خدا باز در قرآن قصه میکند که یک چند نفر وقتی که ابراهیم نزد بتخانه بود و آیسته آیسته زمزم میکرد به زبان خودش که الحال شما از پیش من روید، من میدانم که با این خداهای شما چی معامله کنم. این سخن او را یک دو نفر از نمرودی ها شنیده بودند و نزد نمرود خبر کشیدند سمعنا فتى یذکرهم، ما نزد بتخانه یک جوانی را دیدیم. همان سالها حضرت ابراهیم 16 ساله بودن. میگن ما یک جوانی را دیدیم که با زبان خود میگفت که ما میدانم بعد از شما که با خدای شما چی معامله کنیم. یقال له ابراهیم، و این نامش ابراهیم است. وقتی نمرود این سخن را شنید چی گفت؟ قالوا فأتوا به على اعیون الناس لعلهم یشهدون. گفت مادامی که همان جوان باشد، جوان را گفت به نزد مردم بیارید، به نزد مردم بیارید، مردم را همه جمع کنید. شاید که همین مردم، مفسرها تفسیر کردن که شاید که همین مردم شاهدی دهند که همین عمل را ابراهیم انجام داده است. یا اینکه مفسرها میگویند که شاید که ابراهیم خود در بین مردم گوید که همین عمل را من انجام دادم، بعد نمرود چکار کند؟ حکم حضرت ابراهیم را صادر کند. در حال وقتی که فرمان نمرود که شد، تمامی میگد نوکراش بیرون جستند و به خانه حضرت ابراهیم آمدند. حضرت ابراهیم را پیشاپیش کردند، دستگیر کردند، دستهای را بستند و به درگاه قصر نمرود حاضر کردند. وقتی نمرود حضرت ابراهیم را دید، از او سوال کرد قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم؟ ابراهیم گفت
آیا این عمل خیلی ناجایز و درشت و دلخراش برای ما تو انجام دادی؟ این خداهای ما را گفت تو شکستی؟ حضرت ابراهیم چی گفتن؟ گفتن قال بل فعله کبیرهم هذا فاسألهم ان كانوا ينطقون. حضرت ابراهیم ناترسانه با یک سر بلند گفتن نه، گفتن من نکردم. مفسران میگویند حضرت ابراهیم در حال حیات خودش 3 بار لفظ دروغ را استفاده کرده است که این دروغ نیست گفتن، بلکه از این دروغ گفتگی های حضرت ابراهیم کارهای ثواب انجام یافتگی هست. مثل که در شکستن بتها گو من نشکستم، و دوم در بردن حضرت سارا. حضرت سارا رم وقتی که به سوی مصر می برد، در سوی مصر هم یک ظالم گرفتار شد و سارا که خیلی حسن زیبایی داشت و به او عاشق شد، از ابراهیم پرسید که آیا این کی هست، به تو چی می شود؟ گفت اگر بگویم که زن من می شود، هر آینه این ظالم این را از دست من می گیرد. از این خاطر چی گفت؟ این گو خواهر من می شود. حضرت ابراهیم اینجا هم چکار کرد؟ لفظ دروغ را برای آینده کار ثواب استفاده کردن. و سوی نمرود هم گفت بل فعله کبیرهم، اینا گفت من نکردم، گفت بلکه گفت همان بوت کلانی کرده است. این عمل را همان بوت کلانی کرده است. اگر باور نمیکنید رفته از همان بوت کلانی پرسان کنید. اگر زبان داشته باشد برای شما گفت بیان میکند. وقتی این سخن را از زبان ابراهیم شنیدن، همه حیرت گذاشتن، در حیرت ماندن که این خداهای ما سخن نمیگویند. و هر کدامش میگه در همین بین یکدیگر را نگاه میکردند و گفتند که در بین 1 ساعت یا 2 ساعت تنفس. سوال حضرت ابراهیم همه ای را در حیرت گذاشت. آمدن با یکدیگر میگه، قرآن میگوید که با یکدیگر چیکار کردند؟ فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون. وقتی با یکدیگر آمدن صحبت کردن گفتند در حقیقتا حضرت ابراهیم راست میگوید. این خدایی که ما داریم وای سخن نمیگوید، وای نمیشنود. الحال این جنایتی که صادر شده است باید ما از او پرسیم. وقتی با ما جواب نمیگوید این چگونه خدا هست؟ یعنی هر کدامی اونها عقیده هاشان تغییر یافت. بعد چنده باز همون کفر میگد بالای اونها غلبه کرد و باز همون عقیده ویران اونها در وجود و در سر اونها پیدا شد و گفت ابراهیم گفت تو میدانی که خداهای ما سخن نمیگویند، باز چرا از ما پرسان میکنی که رفته از خدای خود بپرسید که این عمل را خدای کلانی کرده است؟ این شما میدانید. و نمرود به تمام همون اعضای حکومت خود میگد فرمان داد که اگر شما بخواهید که به خداهای خودمان یاردم کنیم حکم مرا گوش کنید. نمرود میگد حکم برآورد. چی حکم برآورد؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین. گفت حکم من گفت بالای ابراهیم همین است که بجز سوزانیدن دیگر هیچ راهی نیست. این کاری که ابراهیم بالای خدای ما و شما کرده است، اگر در ما و شما ذره ناموس باشد
اگر در ما و شما ذره جسارت و دلاوری باشد ابراهیم را به آتش بکشید. این گپی نمرود برای همه اونها قانون بود. در حال از پی اجرا کردن فرمان نمرود شدند و یک بیابان خیلی کلانی را برای خود اختیار کردند و 1 ماه مفسرای قرآن میگوید 1 ماه هیزم کشیدند. 1 ماه میگه در یک میدان کلان هیزم زیاد جمع کردند و او را چکار کردند؟ در گراندند. وقتی این هیزم ها سوخت و بعض مورخان میگویند که تا 10 روز این آتش خاموش نمیشد، میسوخت. لخچه های زیاد و گرمی زیاد حاصل کرد. حتی مفسر تفسیر انوار القرآن میگوید که اگر چنان آتش افروخته شد که اگر بر بالای همان آتش پرنده اگر گذر میکرد هر آینه قلط او میسوخت. این قدر میگد آتش تفسان برای سوختن ابراهیم میگد تیار کردند و از دو جانب پایه ها زدن میگد، از یک طرفی همان آتش و از طرف دیگر و بین میگد یک سیمی را کشیدند و یک صندوق برای ابراهیم تیار کردند و باید که ابراهیم را در این صندوق جا کنند و بالای همون سیم کشاده میکنند و این صندوق خود راست به همون آتش رفته میافتد. این عمل را هم میگد جا را معین کردند، سیم را کشیدند، پایه ها را گذاشتند و ابراهیم را آوردند نزد آتش. ابراهیم را بدنش را میگه لوچ کردند و دستهای او را زنجیر بستند، گردنهای او را زنجیر پیچ کردند و در داخل همان پیش از آنی که در داخل صندوق جا کنند، نمرود که بسیار ابراهیم میگه قد و شکل خیلی زیبا که داشت و سوی گفت و جان جوانی خود رحم کن. ابراهیم گفت اگر تو به خدا بدن من باور کنی و این خداهای ما را پرستش کنی، هر آینه گفت من از این فرمان دادگی خود پس میگردم. ابراهیم گفت به خود بیا. لیکن ابراهیم میگد وقتی نمرود این سخنها را میگفت ابراهیم چیکار میکرد؟ ابراهیم میخندید. ابراهیم خنده میکرد، زیرا این سخنهای بی عقلانه و بی فکرانه نمرود که میشنید در حیرت میافتاد که خدایا این بنده چی قدر گمراهی هست، این از خدای خود چی قدر دور هست، نمیداند قدرت خداوندی را. ابراهیم میگد به سوی همین نمرود چی گفت؟ گفت خداوند هیچگاه زر خالص را نمی سوزاند. و حضرت ابراهیم میگه صداهای میشنید لا تخاف یا ابراهیم انک انت الاعلی. ابراهیم تو از این جمعیت نمرودی ها نترس که تو بالای این جمعیت غالب میایی. حضرت ابراهیم که یک پشتیبان خیلی مستحکم از بالای سر که داشت دیگر پروای این نمرودی ها نکرد و میگد بالای همون عرابه سوارش کردند و میگد سیم در حرکت در آوردند. وقتی میگد سیم در حرکت در آمد و این صندوق نزدیک میشد، تمام میگد ملائکه ها و تمام مخلوق خداوندی زجت ملائکه السماء والارض، تمام ملائکه ها و تمام مخلوق های خداوندی در چریکس در آمدند. وقتی میبینند ابراهیم در داخل یک صندوق و به سوی آتش میرود، البته این حالت، این منظره برای ملائکه ها هم خیلی ناگزیر بود، خیلی ناخوب بود. فریاد زدند، داد میزدند و حضرت میکائیل که این وابسته به بارش است به سوی خداوند گفت پروردگارا چی می شود که مرا اجازت دهی تا که رفته ای خلیل تو را از این آتش خلاص کنم؟ خداوند چی گفت؟ گفت یا ملائکتی، ای جمع ملائک همه پایان شوین، این استغاث خلیل ابراهیم منکم بشیء فاغیثه. اگر همین خلیل من ابراهیم اگر از کدام شما مدد طلب کند، هر آینه او را مدد کنید.
میکائیل پایان شد، میگد آمد نزد ابراهیم. ابراهیم گفت الحال تو به سوی آتش نزدیک شده ایستاده ای، تمام باران در اختیار من است، چی فرمان میدهی؟ خواهی شد هست که الحال ابری را پیدا کنم و چنان باریشی را میریزم که حتی این آتش یک ماه افروختگی اینها همه به خاکستر مبدل میگردند. ابراهیم چی گفتن؟ ابراهیم گفتن نه، گفتن میکائیل گفتن من به تو هیچ حاجتی ندارم، هیچ حاجت ندارم. ابراهیم با این سخن میکائیل را جواب دادن. میکائیل از پیش حضرت ابراهیم رفت، در حال میگد ملائکه شمال پایان شد. ابراهیم رخصت میدهی که الحال شمالی را پیدا کنم به حکم خداوند که تمام این لخچه های علاو در خانه همین نمرودی ها داخل می شود و تو نجات می یابی. ابراهیم باشد چی می گفت؟ نه، می گفت من حاجت به شما ندارم، من از شما مددم طلب نمی کنم. وقتی میگد جبرائیل که این حالت می دید، حضرت جبرائیل که این ملائک مقرب بود چیکار کرد؟ گفت پروردگارا چی خوب می شود که مرا اجازت دهی شاید که خلیلی تو به من تکیه کند. وقتی حضرت جبرائیل میگه پایان شد، ابراهیم که جبرائیل می شناخت، گو ابراهیم گفت یک لحظه مانده است که تو الحال داخل آتش شوی، خوب می شود که برای من فرمان کن تا که از این آتش، از این عذاب، از این سوختار تو را نجات دهم. حضرت ابراهیم گفتند کیف احتاج الیک یا جبرائیل و انسى الذی ارسلک. جبرائیل گفت چگونه من از تو محتاج به سوی تو شوم، چگونه از تو من یاردم طلب کنم و فراموش کنم آن ذاتی را که تو را فرستاده است، چگونه من او را فراموش کنم؟ حضرت جبرائیل گفتند مادامی که اینم میدانی گفت از خدای خود طلب کن که تا که تو را نجات دهد. حضرت ابراهیم چیکار کردند؟ میگه چشمهای همون نرگسی نیخته به سوی آسمان گرداندند و گفتند اللهم انت واحد فی السماء و انا واحد فی الارض اعبدک. پروردگارا گفتند خدایا من میدانم که در آسمان بجز ذاتی تو دیگر هیچ پر اقتدار نیست، آسمان از آن توست و من یگانه در روی زمین هستم که الله میگویم لا اله الا انت سبحانك لك الحمد و لك الملک لا شریک لک. پروردگارا تو پاکیزه هستی، خدایا بجز ذات تو دیگر هیچ پشتیبان من ندارم، خدایا حمدم از توست، ملکم از توست. وقتی این سخن میگد گفت حضرت جبرائیل گفتند ابراهیم من به تو فرمان میدهم از خدا طلب کن که تو را نجات دهد. حضرت گفتند که حسبی بحالی و علمه بحالی، آن ذات مرا تماشا دارد، آن ذات مرا دیده ایستاده است، چگونه من سوال کنم از خدایی که الحال وی سخن مرا میشنود، وی حالت مرا میبیند. وقتی این مفسرای قرآن میگوید وقتی ابراهیم میگوید با آتش از بالای چقدر بلندی باشد، وقتی که میگد کشاده شد و باید که در آتش افکیده شود، یک پرنده خیلی خورد برابر ابراهیم میگه به آتش می آمد و این پرنده میگد با تمام آن آوازی که داشت صدا میزد، داد میگفت و برابر ابراهیم به سوی آتش نزدیک میشد. خداوند میگد این حال پرنده را دید و همان صفت رحیمی خداوند کشاده شد و به جبرائیل گفت این پرنده که مخلوق من است برای چی خودکشی میکند؟ جبرائیل در حال وی را بدار و از آن پرسان که چرا وی همراه ابراهیم در آتش خودش را میسوزاند. جبرائیل میگه وقتی که نزدیک شد پیک رحمان در حال این پرنده خورده داشت و میگه بالای پری خود و این پرنده میگه به سوی خداوند چی گفت؟ و پروردگارا گفت من پرنده هستم که یاردم از دست من به ابراهیم هیچ چیز نمی آید مگر این قدر روا میبینم که همراه این خلیل تو در آتش بسوزم. میگه این سخن پرنده به خدا خیلی خوش آمد و خداوند گفت ای پرنده، گفت چی خواهش در دل داری؟
گفت فقط خواهش من همین است که تمام آن اسما، تمام آن نامهایی را که پروردگار تو داری بر من تعلیم بده تا که او را من چیکار کنم، هر جا که نشینم، خواه شب باشد خواه روز باشد، وی را بخوانم و محبت مرا در تمام دل مردم جایگیر بگردان. مفسران میگویند، معرخای ما و شما میگویند که این همان بلبل بود. این همان بلبلی هست که امروز هم ما و شما با او محبت داریم و هم از خواندن همون بلبل یعنی ذوق ما و شما می آید. چقدر از خواندن همون بلبل ما و شما را خوش می آید که او چیکار میکند؟ همان نامه های خداوندی را میخوانده است. وقتی ابراهیم شاده شد، خداوند چیکار کرد؟ فرمان داد، از بالا امر شد، قلنا یا نار کونی برد و سلام علی ابراهیم. ای آتش، گفت ابراهیم الحال به سوی تو آمده ایستاده است، کونی بردن و سلام علی ابراهیم، به ابراهیم من، به خلیل من خنک شو و ابراهیم را سلامت در بین خود نگه بدار. این فرمان خداوندی به سوی آتش بود. مفسرای قرآن میگوید از این ندایی که خداوند کرده بود، یا نارو، ای آتش ها خاموش شوید، تمام آتش هایی که حتی در خانه ها می سوختن همه خاموش شدند. حضرت ابراهیم میگه در زیر همون آتش زد. چند روز در همون بین حضرت ابراهیم ماندند و همین نمرودی که در اول خواب دیده بود که تخت او را خوشخوار چپه میکند و تعبیر کرده بودند که کسی میبراید که این سلطنتی تو را چپه میکند، باز خواب دید که ابراهیم در بین همین آتش زنده است و تمام منجمه ها را فیراد کرد و گفت من این چنین خواب دیدم، میخواهم که از همان موضعی که من نظارت میکردم همان موضع مرا برید. وقتی نمرود میگد آمده دید ابراهیم در همون بین آتش سوزان، در اطرافش میگد هر گونه گلها میگد رویده بود و چند درختهای سبز میگد سبزیده بود و حضرت بالای تخت نشستگی و ذکر خدا را میکرد. ابراهیم، نمرود به سوی ابراهیم میگه فریاد زد. تو ابراهیم گفت من دیگر به تو کاری ندارم، خدای تو خیلی خدای قوی بوده است. از این گونه جزایی که من برای تو آماده کردم، از این گونه جزا که وقتی که تو را نجات داد، من دیگر گپی ندارم. فقط از تو خواهش میکنم که این ملک مرا ترک کن، از ملک من بیرون شو. مادامی که فرمان خدا که بود، چیکار کرد؟ حضرت ابراهیم میگه همراه سارا و همراه دادرزاده خود حضرت لوط، مختصرا میگوییم این قوم ترک کرد و به سوی مصر و از آنجا به سوی فلسطین چیکار کردن؟ حضرت حرکت کردن. و حال نمرود چی شد؟ نمرود همون 400 سال پادشاهی که داشت، وقتی که همون سپری شد و هیچ ایمان بر خدا که نه آورد، خداوند یک توده از پشه ها را سوی او خصمی که تیر انداختی، پشه کارش کفایت ساختی. صاحب چهار کتاب میگوید یک توده پشه ضعیف به سوی همین قوم نمرود چیکار کرد؟ روان کرد برای نابود کردن قوم نمرود. وقتی این پشه ها آمدن، به مجرد میگد کدام نفری را که همون نش میزند، در حال همراه همون سپاه و اسب خود خاک به زمین میشدند. و نمرود وقتی این حالت دید، میگد از اون موضع به سوی قصر خود آمدن و یک پشه میگه خیلی خورده از پس نمرود روانه شد و آمد، میگه در دماغ همین نمرود در آمد و نش میزد و علاج این همین بود که باید که به یگان چیزی وزنین به سر او زده شود. وقتی چند بار در سر نمرود که میزدند، بعد این پشه آرام میگرفت. و دوست داشته ترین آدم نمرود میگد همون کسی بود که وقتی که به قصر می در آمد، در سر نمرود چند کلتک در سرش میزد تا که همون چیکار کند؟ پشه آرام بگیرد. یعنی این یک عذاب از خداوند به نمرود بود. آهسته آهسته آهسته
همین پشه چیکار کرد؟ زهر خود به همین نمرود زد و نمرود را از همون بین مردمش، از بین قومش دور ساخت. و این کافر البته به همه ما و شما معلوم است، کسی که این کار خدا میکند، کسی که مبارزه به سوی خدا میبرد، جای او معلوم است که جای وی کجاست. و در همینجا قصه با آتش کشیدن حضرت ابراهیم هم البته انجام می‌یابد. و جمعه آینده خدا خواسته باشد درباره که جمعه آینده فراموش نکنین عید است، روز جمعه عید می شود. بعضی سفسطه هم هست که در روز جمعه وقتی که اگر عید آمد چی مثال مصیبت ها و چی مشقت ها می آیند، شما مردک هستین به این فتواهای زنک ها گوش ناندازین. یعنی شما هم مثل همون زنک ها وریبا در هر جا که این بسیار عاقبتش ناخوب است گفته، اینا عاقبت ناخوب ندارند. این یک مبارک است که در یک روز دو عید ما و شما قید میکنیم. روز جمعه خدا خواسته باشد یعنی از ساعت 8 تا 8:30 در همین مسجد یعنی عید میخوانیم، عید قربان. اگر خداوند باز هوای خوب کند در همین ساعت ها البته خوانده می شود. و فراموش نکنین که در روز عید مستحب و ثواب این است که شما ناخورده بیایین، ناخورده و نماز عیدگاه حاضر شوین، این ثواب است. و در راه تکبیر و تشریق بلند گفته لا اله الا الله، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. اینها را بجای آنه که یگان صحبت های ناخوب و یعنی صحبت های ناصواب میکنید، این تکبیرها را شما گفته و مسجدها حاضر شوین. انشاءالله بعد در باب قربانی و فضیلت های قربانی خدا خواسته باشد همان روز جمعه اگر وقت شد و شما صحبت میکنیم. و همان صحبت قربانی حضرت اسماعیل هم خدا خواسته باشد جمعه آینده برای شما میخوانیم و قرائت میکنیم. الحال یک برادر یک سوال کردن، میخواهم همین سوال تیزتر جواب میگردانیم و بعدا دعا میکنیم. السلام علیکم داملای شیرین سخن اکای حاجی میرزا. برادران من در شهر روسیه کار میکنند و آنها مخلص دائمی شما بودند. آنها با واسطه تلفن از ما خواهش کردند که روز می شود که ما را در راه کارگران ارگان روسیه دستگیر کرده از ما سوم طلب میکنند و ما در برمان سوم نداریم. آنها ما را تا یک روز دو روز محکم میکنند. ما در آنجا نماز خوانده نمیتوانیم، در همون عدل ها و در همون کمیره ها. بعد از آنجا برآمدن ما چیل خوانیم که نمازی در عدل بوده امان را گردانیم. التماس جواب درست دهید. اولا خداوند این برادرها را در همون ملک ها نگه بدارد که در همون حالت های بین خیلی مشکلات و مشقت البته از نماز یاد میکنند و دل اونها میل اونها به سوی نماز است و با آنها برسانیم که در همون عدل هم در همون کمیرهایی که محکم میشوند، همون برادری که در همون خدشه شال ما را تأخیر کرده است در اولش بسیار همون لیلینا تعریف کرده است که وقتی من لیلینا تحقیر کردم و لیلینا یعنی گپی ناسزا گفتم، از تیریزه یک سنگ در همین پیشانی ما زد و فهمیدم که همین ارواح لیلین بوده است. البته لیلین پیروای خوش میزند، کسی که پیروی لیلین است البته پیرواش میزند، با سنگ میزند، ولی مثال با یگان چیزی وزن دیگه میزند، با همراه لیلین با همون جای وزن ترین همون پسترین در با جاد میکند. همین خیل است حالی تاجیکای ما و شما بیچاره مثال در همونجا برای سوم ندادن همش آمده است. فرزند ما و شما هم چه حالتهای وزنی دارن، محبت داریم، دوستشان میداریم. همین برادرها باید که در همون عدل نمازشان بخوانند. چخیل میخوانند؟ مثال همون دیوالهایی که هست در همون کمیره ها باید که تیمم کنند. مثال اگر شرایط آب نباشد، همون هم آبی گرم باشد، آبی خنک باشد، ضرر رسان باشد، لازم نیست. بدنها را بیمار کردن لازم نیست. در همونجا تیمم میکنند و نمازشان هم میخوانند. اگر در همونجا نماز نخواندن اونها گناهکار میشوند و اگر نخواندن مبادا نخوانده باشند آمدن البته خیلی قضا میخواننش، لیکن به سبب این ترکشان در نزد خدا گناهکار میشوند.
من یک 6 مصرع از مسلک برای شما، یک نظم خیلی برای نماز ضروری را میخوانم، گوش اندازین. گر عقل ولد شود بیرون، نکند ترک او نمازش چون. نماز سختی و مستحکمی و ضروریش نظر کنین که زن میگوید که تولد کرده سای، نیمی فرزند برآمده است، نیمش نبرآمده است. تا اگر فرزند همش نبراید، زن ما حکم نفاس داده نمیتونه. یعنی در نفاس بعد برآمدن فرزند نفاس حکم میشود، 40 روز زن از نماز از روزه دور میشود. وقتی اگر همینجا میگه نیمی فرزند برآمده است، نیمش نبرآمده است، چیکار کند؟ نگذارد اگر نمازش این، عاصیه میشود علی التعیین. اگر نیمی فرزندش برآمده است، نیمش نبرآمده است، اگر وقتی نماز است نمازش نخواند، در نزد خدا روسیا و گناهگار است. یعنی ورطه خود حفره سازد، زی یکی یا در ورطه خود اندازد. نرسد تا زیان به فرزندش، این حفیره از آن سبب کندش. حضرت صاحب این صوفی علیار گفته است که چیکار میکند؟ همین آدم میگه در یک جای می نشیند که وقتی تولد در حالت نماز هم که شد، همو فرزند مثال در زمین نزند. برای خودش میگه حتی یک چکری را تیار میکند که پاش در همون داخل جا میکند و می نشیند به سوی قبله و نماز میخواند. اگر مبادا همون تولد شد، مثال اگر راسا باشد در زمین نزند، نشسته بخواند تا که همان در پهلوی خودش زایده شود. تا این اندازه را نماز سخت گرفتن. امروز برادرای ما و شما صحت و سلامت هستند، دست و بازوی به قوت دارند، لیکن نماز نمیخوانند. برای همین این برادرها را جوابش همین است. خدا عاقبت همه ما و شما را به خیر بگرداند. هر مراد و مطلوبی که در دل همه شماست، خدای با فضل و کرم خودش برآورده بگرداند. آمین. صدق الله العلی العظیم. حق منم دعا کنید دوستان.